سرخط خبرها. گفتگوی ویدیویی وزیر خارجه امارت اسلامی با معاون نخست وزیر ترکمنستان امیرخان متقی بر هماهنگی در تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی دو کشور تاکید کرد. د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ مثبت وباله. هشدار وزارت عدلیه بر اعتراض علیه قوانین اسلامی. این وزارت میگوید که اعتراض بر قوانین اسلامی اعتراض بر شریعت است. او پر هغوی اعتراض به اسلامی شریعت اعتراض گڼل کیږي. منظوری 21 پروژه از سوی کمیسیون تدارکات ملی. حمدالله فطرت میگوید که این پروژه ها از بودجه داخلی تمویل می شود. د شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 21 پروژې منظوري او په 9 پروژو کې تعدیلونه راوستل شول. و شرط جدید اسرائیل در آتش بس غزه. نتانیاهو گفت تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود روند بازسازی غزه آغاز نخواهد شد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 جنوری 2026 میلادی. و شروع خبر. امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی در گفتگوی ویدیویی با رشید میریدوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان بر هماهنگی در تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد. گزارش از نستر نمیری. تاکید ترکمنستان بر هماهنگی در اجرای پروژه های مشترک اقتصادی با افغانستان. وزارت خارجه امارت اسلامی در خبرنامه اعلام کرد که رشید مردوف معاون صدراعظم و وزیر خارجه ترکمنستان در گفتگوی تصویری با امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی بر هماهنگی در تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی تاکید کرده است. بر اساس این خبرنامه مردوف همچنان خواهان انجام سفرهای مقام‌های دو کشور و تداوم تعاملات دو جانبه شده است. دو طرف در این گفتگو تقویت همکاری‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای به ویژه در مسیر افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را مهم دانستند. امیرخان متقی نیز با تاکید بر گسترش روابط میان کابل و اشقاباد گفته است که این روابط میتواند زمینه تطبیق پروژه های مانند خط آهن، تاپ و تاپی را فراهم کند. به گفته او کار عملی پروژه تاپی در مسیر ولایت هرات آغاز شده و روابط دو جانبه در حال پیشرفت است. د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ مثبت وباله او ویل چې د اسلامي امارت او ترکمنستان ترمنځ د معنادارو اړیکو د لا پیاوړي کولو سره اوس د هرات په لور د ټاپي پروژې عملي کار پیل شوی دی او دغه راز ویل چې د اوسپنې پټلۍ او ټاپ پروژې د پلي کېدو په ترشل کې دي او د دواړو لورو اړیکې د پراختیا په حال کې دي. ښاغلي مردوف د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او دوستانه وبللې او د غراض د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا څخه خوشی څرګنده کړه. در بود اقتصادی آگاهان آغاز عملی این پروژه را گام مهم در تقویت اقتصاد افغانستان می‌دانند. به گفته آنان با اجرای این پروژه ها زمینه کار و فرصت های شغلی برای ده ها هزار تن فراهم می شود و افغانستان می تواند سالانه میلیون ها دلار عواید به دست آورد. پروژه تاپی یکی از پروژه استراتژیک اقتصادی افغانستان می باشد. زمانی که پروژه حرکت میکنه میتونه به ده هزار نفر زمین کار و فرصت شغلی را ایجاد بکنه. در کنار از سالانه افغانستان به میلیون ها دلار میتونه عواید بکنه و با بلند رفتن عواید ملی کشور حکومت قادر میشه تا برنامه‌ها و پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه. اما در بعد سیاسی با وجود همکاری‌های دیپلماتیک و منطقه‌ای چرا رسمیت شناسی رسمی امارت اسلامی افغانستان هنوز از سوی کشورهای منطقه با ویژه ترکمنستان و جامعه جهانی انجام نشده است. اکثر دولت‌ها و سازمان‌های ملل متحد به رسمیت شناختن را مشروط به تحقق شروط کلیدی کرده که شامل تشکیل فراگیر هستند، در حالی که اکثر کشورها در این رابطه تعریف مشخصی را برای امارت اسلامی افغانستان ارائه نکردند و در کنار اونها احترام به حقوق بشر و ویژه به حقوق زنان و دختران هستند که در بخش آموزش و کار
ملاحظه دارد. گفتنی است که پیشتر وزیر خارجه ترکمنستان در سفر به کابل با مقامات امارت اسلامی دیدار کرده و درباره ادامه کار روی خط لوله تاپیک گفتگو کردند. این پروژه انرژی غنی آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. وزارت عدلیه امارت اسلامی هشدار داده که اعتراض به قوانین اسلامی اعتراض به شریعت اسلامی است و معترضان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. سخنگوی وزارت گفته که اسناد تقنینی امارت اسلامی با استفاده از کتاب خدا و سنت پیامبر تدوین می شود و در این اسناد هیچ ماده، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. د اسلامي امارت په تقنینی اسنادو کې هیڅ یوه داسې ماده، فقره، بند یا جز یا حکم وجود نه لري چې د اسلامي شریعت مطابق نه وي او شرعي منبع نه لري، بلکې په کامله توګه د اسلامي شریعت مطابق دي او پر هغوی اعتراض په اسلامي شریعت اعتراض ګڼل کیږي. له همدې امله دا ډول اعتراضونه شرعي او علمي بنسټ نه لري، بلکې د جهل او یا هم د تجاهل له مخې ترسره کیږي او شرعاً دغه عمل جرم دی او پر دغو قوانینو اعتراض کوونکي کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایی ارگانونو ته معرفی شي. کمیسیون تدارکات ملی از منظوری 21 پروژه به ارزش حدود 2.5 میلیارد افغانی خبر داده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این پروژه ها از بودجه داخلی تمویل می شوند. گزارش از ناهید اندر. با وجود محدودیت‌های بانکی و چالش‌های اقتصادی، افغانستان همچنان گام‌های برای تقویت اقتصاد و فعال نگه داشتن چرخه پروژه‌های انکشافی برمی‌دارد. در همین چارچوب کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، از میان 33 پروژه پیشنهادی 21 پروژه به ارزش حدود 2.5 میلیارد افغانی منظور شده است و در 7 پروژه دیگر تعدیلات لازم وارد گردیده است. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، پروژه های منظور شده از سوی امارت اسلامی افغانستان تمویل می گردد. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته 13 پروژې د منظوري لپاره وړاندې شوې چې له بحث وروسته د شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 21 پروژې منظوري او په 9 پروژو کې تعدیلونه راوستل شول. په منظور شوو پروژو کې د کابل، هرات، ننګرهار، بلخ او خوست ولایتونو د هوایي ډګرونو د ګمرکونو لپاره د سکینرونو اخیستل. در ادامه این تلاش ها و پیشبرد پروژه های اقتصادی، این پرسش مطرح می شود که امارت اسلامی برای کاهش وابستگی به کمک های خارجی و تقویت یک نظام اقتصادی مستقل و پایدار در افغانستان چه راهکارهای عملی و مؤثر را در دستور کاری قرار دهد. با ایجاد از این فرصت ها میتونه شغل‌های بیشتر، کارهای بیشتر و فرصت‌های بیشتری را برای مردم ایجاد بکنه و جوانایی که برای فعلا از لحاظ شغل و اشتغال در داخل افغانستان با مشکل جدی مواجه هستند میتونن سبب اشتغال بر از اینا شوه و از فرار نیروی کار و نیروی بشری به بیرون از افغانستان جلوگیری بکنه. کارها میتونه که افغانستان به طرف یک اقتصاد خوب و طرف بهبودی و امید برای زندگی برای مردم برگردانه. کار شایسته است، کار خوبی است. هر قدر در زمینه کار شود و مو اندازه به نفع کشور عزیزم است. در همین حال با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بسیاری از پروژه های انکشافی و زیربنایی که پیشتر متوقف شده بودند دوباره از سر گرفته شده و روند تطبیق آنها در سراسر کشور جریان دارد. و در خارج از کشور، پس از بازگرداندن پیکر آخرین گروگان اسرائیلی، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تا زمانی که حماس خلص سلاح نشود روند بازسازی غزه آغاز نخواهد شد. در مقابل حماس تاکید کرده که سلاح این جنبش حق طبیعی برای دفاع در برابر اشغالگری و موضوع داخلی فلسطین است. پس از بازگرداندن پیکری آخرین گروگان اسرائیلی از سوی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای پیشبرد مرحله دوم توافق آتشبس غزه شرط جدید گذاشت. نتانیاهو با تاکید بر تسریع مرحله دوم آتشبس اعلام کرد که مرحله بعدی گذار به سوی خلع سلاح حماس است. او تاکید کرد تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود روند بازسازی در غزه آغاز نخواهد شد. به مصلحت ماست که انتقال به مرحله دوم در غزه را تسریع کنیم. مرحله بعدی توافق آتشبس خلع سلاح جنبش حماس است و هیچ روند بازسازی پیش از تحقق این هدف آغاز نخواهد شد و دولت ما اجازه آغاز روند بازسازی غزه را نخواهد داد.
خلع صلح حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی عقب نشینی گسترده ارتش اسرائیل از غزه و آغاز بازسازی این منطقه از مفاد اصلی مرحله دوم توافق است. بازسازی که سازمان ملل هزینه آن را حدود 70 میلیارد دلار برآورد کرده است. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه اعلام کرده که بازگرداندن پیکر آخرین گروگان اسرائیلی راه را برای صلح و شکوفایی هموار می‌کند. همه 20 گروگان زنده و پیکر 28 گروگان جان باخته اکنون به خانواده هایشان بازگشتند. این یک دستاورد تاریخی است که بسیاری انتظارش را نداشتند. این موفقیت نتیجه تلاش های بی‌وقفه بسیاری از افراد به ویژه ترامپ است. این سپیددم تازه در خاورمیانه است و ما متعهد به تحقق صلح و شکوفایی پایدار برای همه مردم منطقه هستیم. ارتش اسرائیل هم با تحویلگیری پیکر آخرین گروگان از نزد حماس اعلام کرد که تمام پیکر گروگان ها از سرزمین های فلسطینی بازگردانده شدند. در همین حال جنبش حماس اعلام کرده که پیکر تمام گروگان ها به اسرائیل تحویل داده شده و این جنبش بر تعهد خود بر تسهیل کار کمیته مدیریت غزه و به موفقیت رساندن ماموریت آن متعهد است. یافتن پیکر آخرین اسیر اسرائیلی در غزه تعهد ما به تمام مفاد توافق آتشبس از جمله تبادل اسرا و بستن کامل این پرونده را تایید می کند. در حال اسرائیل در مرحله دوم توافق آتشبس غزه شرط جدید گذاشت و خلع صلح حماس را مشروط بر آغاز روند بازسازی بارکه کرده که حماس در مقابل اعلام کرده صلح آن برای دفاع از خود در برابر اشغالگری است. شماری از آگاهان روابط بین الملل به تعهدات آمریکا و اسرائیل به توافق غزه به دیده تردید نگریسته و باور دارند که تعهد شکنی های اسرائیل مرحله دوم توافق را به بنبست خواهد کشاند. ما امیدوار هستم کشورهای جهان اسلام که تحت یک شورا جمع شدند و بعد از سازمان ملل بزرگترین نشست هست در این راستا یک برنامه واحد داشته باشند تا صهیونیست‌ها مدیریت بشن و اجازه ندن که اماکن مقدسه و مسلمان‌ها دوباره توهین و تحقیر شوند. عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین امارات اسلامی در پاکستان میگوید که ایجاد شورای صلح برای غزه نمیتواند به تراژدی این بارکه پایان دهد و هدف ترامپ و اسرائیل خلع صلح و تضعیف اقتدار حماس است. د دې شورا مشري به ټرمپ کوي او ټرمپ یوازې د صهیونیستانو د اقتدار د ساتلو لپاره او په منځني ختیځ کې د اسرائیلو د امن او د دوی د قوت د پاتې کېدو لپاره وي او دغه په ملل متحد څخه وتل د خپله یو خطرناک خبره وه. با توجه به تعهد شکنی های اسرائیل در مرحله نخست آتشبس و طرح شروط تازه در مرحله دوم، تردیدهای درباره پایداری آتشبس غزه افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا آتشبس دوام خواهد آورد؟ آیا حماس به خلع صلح تن می‌دهد و در صورت شکست این مرحله چه سناریوهای پرهزینه در انتظار مردم فلسطین خواهد بود؟ سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا